رژیم گروه خونی یک برنامه غذایی میباشه که توسط پزشک مشروبات به نام پیتر دیادامو محبوب شده. دیادامو مدعی که نوع گروه خونی شما تعیین میکنه که بدنتون چه غذایی میبایست مصرف و چه غذایی رو میبایست از رژیم حذف کنید. بر اساس گفته او با تغذیه بر اساس این گروه میتونید سلامتیتون رو ارتقا بدین و از طیف وسیعی از بیماری ها و مشکلات در امان بمانید. اما آیا این گفته صحیح است؟ آیا واقعا میتونید با استفاده از رژیم بر پایه گروه خونیتون سلامتی خودتون ارتقا بدین؟ اومدیم با پاسخ به این سوالات در این ویدیو. رژیم گروه خونی به رژیمی گفته میشه که شما رو تشویق میکنه تا بر اساس نوع گروه خونیتون تغذیه داشته باشید. این رژیم در واسطه دهه 90 میلادی توسط پزشک مشروبات فردی گفته میشه که با راهکارهای طبیعی به بدن کمک کرده تا خودش رو درمان کنه که توسط پیتر دیادامو هم محبوب شد. یک کتابی هم با عنوان Eat Right for Your Type هم داره که منتشر کرده که بیشتر به شرح اصول تئوری این رژیم و نحوه پیروی موفقیت‌آمیز از او پرداخته. بر اساس این کتاب ما میبایست از گروه خونیمون استفاده کرده تا تعیین کنیم اجدادمان با مصرف چه مواد غذایی تکامل یافتن و سپس همان مواد غذایی مشابه رو هم استفاده تا به همان شکلی که اجدادمان شکوفا شدن ما هم پیشرفت کنیم. همچنین ادعا شده که عدم انجام این کار منجر به آگلوتینه شدن گروه‌های قرمز میشه که باعث ایجاد چندین مشکل پزشکی هم خواهد شد. رژیم گروه خونی در رژیم گروه خونی چه چیزایی رو باید مصرف کنید؟ گروه خونی شما ارثیه، یعنی توسط ژنایی که از والدین به شما میرسه تعیین میشه و معمولا به دو سیستم طبقه بندی میشه، سیستم ABO و سیستم RH. سیستم ABO گروه‌های خونی رو در 4 دسته طبقه بندی میکنه، سیستم های A، B، AB و O. اما سیستم گروه خونی RH به 2 زیر مجموعه گروه خونی رو طبقه بندی میکنه، منفی یا مثبت، که همان A مثبت و A منفی. هنگامی که شما این دو تا سیستم رو با هم ترکیب کنید 8 تا گروه خونی به وجود خواهد آمد. یه مورد دیگه هم که سیستم RH تو این توضیح رژیم گروه خونی اصلا لحاظ نشده. در این رژیم تنها از سیستم ABO برای ارائه 4 برنامه غذایی استفاده شده: رژیم گروه خونی A، رژیم گروه خونی AB و رژیم گروه خونی B و رژیم گروه خونی O. افراد با گروه خونی A رو دیادامو به عنوان کشاورزان یا پرورش دهندگان یاد میکنه. این افراد مستعد بیماری‌های نظیر بیماری‌های قلبی، سرطان و دیابت هستند و میبایست تنها از برخی میوه‌ها، سبزیجات، آجیل‌ها، غذاهای دریایی، دانه‌ها، حبوبات، لوبیا و غلات استفاده کنند. بر اساس گفته دیادامو افراد پیروی کننده از رژیم گروه خونی A میبایست تقریباً به طور کامل از مصرف محصولات لبنی خودداری کنند تا از بروز واکنش انسولینی هم جلوگیری کنند. همچنین میبایست از مصرف گوشت هم اجتناب بکنند، زیرا مقدار پایین اسید معده‌ای اونها به این معنی است که اونها گوشت رو به عنوان چربی در بدن ذخیره خواهند کرد. همچنین باید مصرف گندم رو هم محدود کنند یا بیارنش پایین، وگرنه بافت ماهیچه اونها بیش از حد اسیدی خواهد شد. دیادامو همچنین به این افراد پیروی کننده از رژیم گروه خونی A پیشنهاد میکنه که ورزش‌های آرامش بخش نظیر یوگا، تاچی، پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری رو انجام بدن و از انجام ورزش‌های پرفشار اجتناب کنن، زیرا حساسیت بالای سیستم عصبی آنها به تدریج باعث از کار انداختن آنتیبادی‌های محافظتی حساس در بدن خواهد شد. رژیم گروه خونی B دیادامو از اونها به عنوان صحرانشین یاد میکنه. این افراد قادرن در برابر اکثر بیماری‌ها مقاومت نشون بدن و در صورت ابتلا جان سالم به در ببرن، اما مستعد اختلالات سیستم ایمنی هستند، نظیر سندرم خستگی مزمن، MS و لوپوس. اونا میتونن از اکثر میوه‌ها، سبزیجات، غذاهای دریایی، محصولات لبنی و گوشت به غیر مرغ، بنا به دلایلی و برخی آجیل‌ها، دانه‌ها، لوبیا، حبوبات و غلات استفاده کنن.
بر اساس گفته دیادامو، افراد دارای گروه خونی به ورزش هایی رو باید انجام بدن که نه از لحاظ هوازی بیش از حد سنگین باشه و نه کاملا روی آرامش ذهنی متمرکز باشه. نظیر پیاده روی، دوچرخه سواری، ورزش های رزمی با خشونت کمتر، تنیس و ایروبیک. میرسیم به رژیم گروه خونی AB. به عنوان پیچیده معما یاد میکنه دیادامو این گروه خونی رو. پیچیده ترین گروه خونی هم گروه خونی AB است. دلیل این هم پیچیده است، ترکیبی از گروه خونی A و B هستند. گروه خونی AB از خوردن تمام گوشت‌ها به استثنا بره، خرگوش، بوقلمون، قرقاوا و مقدار جگر باید اجتناب کنند. اما از بسیاری از غذاهای دریایی میتونن لذت کامل ببرن. اونا همچنین میتونن اکثر میوه‌ها، سبزیجات و غلات و تعدادی از آجیل‌ها و محصولات لبنی رو و لوبیا هم مصرف کنن. تو زمینه ورزش هم گروه خونی AB باید پیروی کنه از گروه خونی A، یعنی همان برنامه گروه خونی A رو اجرا کنن و عمدتاً روی انجام یوگا و تایچی تمرکز کنن. میرسیم به رژیم گروه خونی O که به عنوان شکارچی دیادامو خطابش میکنه یا یادش میکنه. افراد دارای گروه خونی O با پروتئین‌های حیوانی پیشرفت میکنن به استثنای بیکن، گاز، ژامبون و خوک، اما میبایست از مصرف محصولات لبنی و غلات اجتناب کنن. اونا همچنین میتونن از اکثر میوه‌ها و سبزیجات و مقداری از انواع لوبیا، آجیل‌ها و دانه‌ها هم مصرف کنن. دیادامو معتقده که بهترین راه برای افراد گروه خونی O برای مقابله با استرس و حفظ وزن سالم، تعادل احساسی و افزایش اعتماد به نفس، انجام منظم ورزش‌های نظیر کار با وزنه، هنرهای رزمی، پله نوردی و ورزش‌هایی که با درگیری فیزیکی باشه. قسمت 2 رژیم با گروه خونی رو هم در هفته آینده براتون خواهیم گذاشت.